یه وقت نقل میشه که در زمان که روسا آذربایجان گرفتن، روز عاشورا هزاران نفر تو تبریز به عشق امام حسین قمه زدن. همون روز داشتن آخوند عالم شهر رو در تبریز به دار میکشیدن روسا. یه عده آمدن به این هیئت‌ها، اینا گفتن آقا دارن مجتهد شهر رو به دار میکشن کفار، شما عاشورای امام حسین خب یک چیزی بگین. گفتن آقا امام حسین سیاسی نکن. دین با سیاست چه ربطی داره؟ عاشورا چه ربطی به سیاست داره؟ خب اصلا عاشورا چی بود؟ اصلا امام حسین برای چی کشتن؟ برای سیاست بود. عاشورا رو سیاسی نکن. عاشورا سیاسی هست. تو یک عاشورای قلابی درست کردی. میگن اون روز هزاران نفر قمه زدن، مؤمنین و متدینین شیعیان اهل بیت. دو تا خیابون برترم مجتهد شهر و چندین نفر از علما مجاهد و غیر علما مجاهدین و رزمنده های به دار کشیدن و اینا جنازه هاشون آویزان بود، اونها اونور قمه میزدن.